اینک موضوع امروزی ما فایل و پاپکا این کار با آنها می باشد. آموختن کامپیوتر را ادامه میدهیم. باید دانیم که همه آن چیزهایی که در کامپیوتر نگاه داشته می شود در نمودی پاپکا یا فایل نگاه داشته می شود. فایل این نمودی معلومات می باشد که در نمودی مخصوص جای داده می شود. برای مثال اگر ما به مثال نگاه کنیم، در حیات ما استفاده میکنیم از موسیقی و موسیقی ما این می باشد فایل آودیویی شده میتواند. اگر ما در حیات از ویدیو کاست استفاده بریم یا دیسک، این ویدیو فایل می شود. و اگر ما حجت ها، کتاب و گزیت ها را گوییم به مثال بریم، این در نمودی فایل حجت ها یعنی فایل و دکومنت حساب می شود. و خود برای آن که فایل ها به ترتیب نگاه داشته نشوند، چون در حیات مقرری مثال ما در حیات مقرری چیزهای لازمه را در گویم جیوان، میز و کرسی ها جای میدهیم، اینچنین در کامپیوتر نیز ما استفاده میبریم از پاپکا ها. یعنی پاپکا ها استفاده میشوند برای آن که فایل های شما گویم جا به جا کرده شوند، چون به فایل های شخصی، کاری، موسیقی، ویدیو و غیره و غیره و غیره می نگریم به نمودی جایگیر شوی فایل و پاپکا. برای مثال پاپکا یا خود دیسک اساسی کامپیوتر که این چنین نمود دارد. برای مثال ما میتوانیم به کامپیوتر وارد شویم و اینجا ما میبینیم دیسک های کامپیوترمون رو، یعنی آن پاپکه اساسی کامپیوتر که گفتم ممکن دیسک است. یعنی در اون جای می شود فایل ها. کمتر از سخن میکنیم آیدی فایل ها نکنم، یعنی چون گفتیم فایل ها میتوانند نمودی بسیار داشته باشند. برای مثال می نگریم به نمونه یکی از فایل، یعنی فایل عبارت از ایکونکا یا значокаш، از نامش یعنی فایل نام دارد، حتما نام دارد و расширение فایل هست. معنی расширение چیست؟ اگر برای مثال ما در از حیات خودمون مقرری گیریم، یعنی هست آدم دارد نام و گوییم نسب یا خود فامیلیا، فایل نیز دارد نام و نسب یا خود расширение فایل. расширение فایل برای چی در کار؟ расширение فایل برای آن در کار که операционный система یا سیستم операционный وابسته به расширениеش فایل شما را با برنامه پیوست میکند. برای مثال اگر ما دیسک تماشا کردنی باشیم استفاده میکنیم از پلیر، یعنی دیسک این فایل حساب میشود، این پلیر باشد این پروگرام حساب میشود. یعنی سیستم اپراسیونی سیستم فایل را با پروگرام میپیوندد. اینک بیایید برای مثال یک پاپکه میسازیم. برای این میداریم به ادیت کامپیوتر، یعنی به کامپیوتر ما انتخاب میکنیم اون دیسکی که در آن میخواهیم پاپکه سازیم. دو راهی ساختنی پاپکه، یکمش در جای خالی یعنی میدان سفید پخش میکنیم کناپی راستی مشکه، انتخاب میکنیم سازداد، با کناپی چپ انتخاب میکنیم پاپکه. یا اینکه از این پنل بالایی انتخاب میکنیم نوع پاپکه. چون انتخاب کردیم نوع پاپکه پیدا میشد این نمود پاپکه نو و اینجا میتوانید به آن نام گذارید. نه مثال دلخواه نام میگذارید. برای مثال 1 2 3 یا اینکه یگان نمودی متن یعنی نام پاپکه. بعدی گذاشتن انتخاب میکنیم انتر و پاپکه شما تیار شد. برای وارد شدن به پاپکه انتخاب میکنیم دو مراتب با آن
برای اینکه از پاپکا برایم انا از این قسمی окно انتخاب میکنیم вверх و ما با بالا برآمدیم. میگذاریم به پاپکا. اکنون خواهیم که یگانه نمودی فایل سازیم. انتخاب میکنیم кнопкой создать و مثال یگانه نمودی دکمنت دلخواه، چونکه حالا این به ما فرقیتی کلان ندارد. برای مثال انا این دکمنت میسازیم یک پاپکا باز میگذاریم نامش را مثال و اکنون اگر ما خواهیم که این فایل را به پاپکا جای دهیم میتوانیم آن را با کنوپی چپ پخش کرده طرفی پاپکا کشیم تا این چاپ شدن را بعد آن را میتوانید به آنجا گذارید. فایل به درون پاپکا وارد شد. میتوانیم به پاپکا درآییم و انا فایل ما. اینک برای آنکه ما حالا فایل ما را گشوده باشیم باید به کامپیوتر درآییم، به دیسک درآییم، به پاپکا و به دیگر پاپکا. یعنی ما باید 1 2 3 4 5 عمل کرده باشیم. یا اینکه میتوانیم اکنون پاپکا را خورد میکنیم و انا این فایل را گرفته با کنوپی راست برای با چیستال میکشیم، آن را میگذاریم، انتخاب میکنیم создать ярлык. انا اکنون برای آنکه ما به این فایل روانه شویم یا اینکه به انا این پاپکا هم اینچنین امری کرده میتونیم. انا اکنون وقتی که ما این پاپکا را محکم کردیم برای به آن درآمدن نه طریق اتد کامپیوتر دیسک و پاپکا هم میتوانیم راست طریق این ярлык به آن درآمده باشیم. یعنی این ярлык فایل را میکشاید، این ярлык پاپکا هم را میکشاید. میتوانید به پاپکا و فایل خود ярлык ساخته دسترسی را به آن آسان گردانید. و خوبی در چیز وقتی شما ярлык ها را با کرزیده کور میکنید فایل های شما این وقت آسیبی نمیبینند و در جای خود میمونند. استفاده برید دوستان.